بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. صحبت ما امروز انشاءالله درباره یعنی فرزند پسر و دختر که حقوقش در اسلام عزیز یعنی چه خیلی است، انشاءالله در این باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شو. روز میگه مرد میگه از رسول علیه السلام شتگی بود، میگه وقتی یک پسرک خردکش میگه دیده اومد نزد میگن همون پدر، همون شخص میگه همون مرد میگه چیکار کرد؟ بچه میگه گرفت و میگه در زانو شونوند. بعدی اندک لحظه بعد میگه دخترچش دیده اومد، دخترچش گرفت و میگه در پهلو شونوند، در زمین شونوندش. این رفتار این انشاءالله شخص و پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی خوش ناومد. رسول الله این عملش معقول نشید، چونکه پیغمبر اسلام چرا تو گفتن بین بچه و دخترت عدالت نکردی، این شکل در زانی راست شنوندی، این شه برای چی در زانی چپت نشنوندی. گفته اولین شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی ملامت کردند. ببین در اسلام خواه فرزند بچیک باشه خواه دختر باشه، طبق تعلیمات انشاءالله خدا خواه شریعت اسلام هرچم انشاءالله برابرن، یخیل هستند. بلکه انشاءالله سخنی رسول الله صلی الله علیه و سلم که در بالا ذکر شد دونسته میشه که تربیه دختر انشاءالله صالح و شایسته، تربیه کنی دختر نسبت بچه بسیار انشاءالله مهمتر و ثواب کلون داره. نسبت انشاءالله خدا خواهد بچه ها دخترها را تربیهش نبو بسیار ما شما اهمیت خوب دادن و در کاره. امروز یک برادر کتی هم صحبت شدم، وقتی که من میگه پیشتر از نماز خواندن میگه سر میگه سه تا میگه دختر کرد غشیم آمد. گفتم که همسری من فقط دختر میکند وقتی که در نسال عبادت درمدم و چهارم شکر بسیار بسیار خرسند شدم. الحمدلله خدا شکر که یعنی دخترم فرزند است. عزیزان من ببینید که با دختر نسبت بچه با مهربانتر میشه. حتی انشاءالله طبق نشان داد اسلام وقتی که میگه شما از سفر میگرده، البته برای بچه ها هم توفه گیره، برای دختر ها هم توفه گیره، لیکن اول توفه را دختر نتیه، چون که دختر چی میشوفتن دلش نازک میشه. یعنی از بچه ها دیدگی نه اول توفه دختر نه انشاءالله خدا خواهد تقدیم کردنش تعلیمات اسلامی عزیزه. برامین من و شما را یعنی بعضی ما هنگیم که اکثر میگیم که فقط دختر داریم، هرگز انشاءالله دلگیر نشیم، همش بهترین. چون که پیغمبری ما شما محمد صلی الله علیه وسلم در زمان جاهلیت بود که ولی پیش از اسلام یعنی عرب های جاهل دختر نمیشماریدن، باور میکنه زنده به زنده زیر خاکش میکردن. بعضی روایت ها هست کتاب های تاریخ بیان میکنه، همین مثال گمده زنی عرب حامله دار اگر وقتی زاده نشوه یک چقری را میکفته است، وقتی کودک تولد میکره میدیدهش، اگر بچه یک باشد میگرفتهش، دخترک باشد زنده بزنه زیر خاکش میکرد. خدا نگه دارد انشاءالله. پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم حقیقی جوان مرد، حقیقی پیغمبر اسلامی که خود اولین انشاءالله چی فرزندی که خدیجه خدا خود مادر و دختر کرد، انشاءالله خرسند شده از چهره همسرش و بوسه کرد که دختر مبارک باشد. اولین در زمان جاهلیت شخص انشاءالله معتبر انسانی که حقیقی موجیک مردک انشاءالله پیغمبر علیه السلام بود که وقتی که انشاءالله 4 دختر حضرت انشاءالله خدیجه مادرم به دنیا آورد، زینب، ام کلثوم، رقیه، فاطمه، الحمدلله به یک چهره شده رسول الله. او زمان دشوار بود،
دختر قبول کردنش دشوار بود، پیغمبر ما شما محمد صلی الله علیه وسلم این کار خدا خواهد انشاءالله اجرا کرد. من و شما هرگز دلگیر نباشیم. تقدیرات الله اون چی فرزندی پسرمی چی دخترمی خدا خواهد هرچند برابر دونسته برابر معامله کرده. پیامبر سلام حدیث است کسی که اگر 3 دختر دارد انشاءالله 3 دختر دارد، همون 3 دخترش خوب تربیت کند، یعنی نماز خوانش کند، با حجابش کند، انشاءالله با تقواش کند، کلامشو کند خدا خواهد، اگر با شوهر بتیه و با همراه پیامبر سلام در جنت. یک صحابه که اگر 2 تا داشته باشه 2 تا داشته باشه انشاءالله خداوند. هیچ دلگیر نشید چند تا خداوند تقدیرات ماشون کشیدگی باشد، البته انشاءالله خدا خواهد خوب تربیت خوب شو کنیم، عبادت کننده شو کنیم، با تقواش کنیم، با حجابش کنیم انشاءالله، چون که زن زمین است عزیزان من، درست زمین از وی ما شما خدا خواهد انشاءالله چی فرزندکای خوب میگیریم، چه بچه های خوب چه دخترهای خوب انشاءالله خدا خواهد. درست همه انشاءالله خدا خواهد دنیا آنده انشاءالله بدگی همه مردم هستی است از مادر انشاءالله خدا خواهد با وجود اومدگی است. پیامبر محمد علیه السلام پدرش عبدالله مادرش آمینه. امام بخاری را ببینید که این شخص های معتبر خدا خواهد که در تاریخ اسلام وجود دارد همش از این مادر الحمدلله به دنیا آمدن و تربیه های خوب گرفتن به دنیا، نامای ابدی گذاشتن. برای همین انشاءالله من و شما هممون چیکار کنیم؟ انشاءالله خدا خواهد چی بچه است چی دختر است باید خوبی قبول شو کنیم، تربیه‌اش انشاءالله خوب کنیم، آدابش نزور کنیم انشاءالله خدا خواهد. چون که پیامبر امام بخاری حدیث است که فرزند میگه از بهترین انشاءالله توفه از آداب چیزی بزرگ نمیتید پدر، چون که آداب نه همه خدا خواهد انشاءالله، یعنی آداب تربیه خوب این خدا خواهد انشاءالله همه میان بنده مو چیکار کنیم حرکت کنیم انشاءالله خوب شوند. فرزندی ناز باغی پدر، فرزندی بعد داغی پدر انشاءالله خدا خواهد، چون که خوب شود و باغی میوه دهنده می شود. هر لحظه خدا خواهد کسی که جایی که دختر با مالی کس است گجای می رود البته رحمتش میگن با کیا میرسد؟ با من نه با پدر و مادره. طوری گنده شاید اگر مبادا خدا نگه دارد که انشاءالله خدا این لعنت کردن در اسلام درست نیست. مثال یا بعد یک ویش بیاد همه چی از بسری ما پدر و ما مادران نمیگردد. برای همین همه موشیار شیم و انشاءالله خدا خواهد تربیت خوب کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Assalamu alaikum wa rahmatullah baradorان اهل اسلام. اوی کسی خوشبخت روید الحمدلله فعالیت کاریش رفته است. کسانی که دولت های خارجی تنین دارین انشاءالله ما در